خم بزرگ، عجیب و غیر قابل باور برای سحر صفدری، مجری موفق با استعداد و توانایی افغان. سحر صفدری در چه حالت و در کجاست و چرا دیگر به برنامه‌های رسانه‌ایش نمی‌پردازد؟ دلیل خداحافظی مجری وارث از هنر رسانه‌ها چی بوده است و زندگی جنجالی این زوج افغان در کشور امریکا؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. از در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سحر صفدری، مجری موفق، چهره‌ای با استعداد، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان است. وی آغاز کارهای رسانه‌ایش را از برنامه با شکوه نیمه روز در تلویزیون جهانی خورشید آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزای کسب کند. سحر صفدری با استعداد خاصی که داشت توانست با تلویزیون طلوع همراه پیدا کند و در تلویزیون جهانی طلوع با دوست و همکارش مجری وارث نامزد شد. محفل نامزدی با شکوهی در کابل برگزار کردند. این همه در حالی است که سحر صفدری و مجری وارث بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان و کشور امریکا پناهنده شدند. برنامه‌های مختلف در کشور امریکا هم می ساختند، اما تازه تصاویر سحر صفدری و مجری وارث نشر می شود که برای همیشه از پرده رسانه ها خداحافظی کردند. این همه در حالی است که سحر صفدری عضو ارشد از فامیلش را در کشور امریکا از دست داده است و دلیل دوریش از پرده رسانه ها امین بوده است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای رسانه‌ای از این مجریان موفق و با استعداد افغان خواهیم بود. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سحر صفدری و مجری وارث به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، تمام شما خوبان را به لای منان امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.